پیروزی و فتح دهلی توسط میر چاکرخان رند. همایون شاه گورکانی بعد از شکست از شیرشاه سوری به دربار صفویه و سپس به نزد دلاوری از خطه شرق می رود و از او برای بازپسگیری حکومت خود درخواست کمک می نماید. علیرغم مخالفت اولیه میر چاکرخان، نهایتاً شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که این دلاورمرد با درخواست همایون شاه موافقت می‌نماید. پس فتح دهلی، میر چاکر بر تخت شاهی تکیه داده و می‌گوید تخت پادشاهی اینجا مرا قانع نمی‌کند و برای من زندگی در کنار مردم سرزمین خودم بهتر است. بنابراین سرزمین هند را به همایون شاه سپرده و همراه سپاهیانش باز می‌گردد.